салому дуруди мепоям ба ҳамаи шумо тамошобинони азизи телевизиони Симо ва мухлисони барномаи Дунёи рангин. Чун ҳамешагӣ бо шумо ҳастам ровии барномаи Дунёи рангин Рӯдаки Норов. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд Паринамоҳ Низомова, тарбиятгирандаи кӯдакистони рақами 8 ба номи Наврӯз. Марҳамат, худро муаррифӣ мекардед? من دخترچه‌ای زیبا سلام که بر شما پرینم و اسنامم نظام و نسبم حالا 6 ساله هستم باغچه را دست می‌دارم گروه ایما تیاری نامی گروه ستاره ما در باغچه نوروز خوانیم شعر و ترانه. تشکر زیاد. یعنی شما با این شعر خود رو معرفی کردید همینطوره؟ بله. احسن. شما میدونید که ما این حال در کدام فصل قرار داریم؟ فصل بهار. احسن. درباره فصل بهار یگان گفتار میدونید؟ بله. مرحمت. باز بر دیاری زیبا منظری ما بهاری نازنین قدم رنجه نمود با آمدن فصل بهار ما تاجیکان عید نوروز را جشن میگیریم چشمه ها جشن میزنند طبیعت از نو احیا میگردد و به خود جامعه سبز بر میکند بیبی های مادران دیگه سمانک میمانند سمانک نوروزی باشد پیامی نوروز در گردی آن نشیند خش تباد دلسوز. آفرین. شما در وصف فصل بهاری عالم افروز و سومالک گفتار و شعر گفتید. میتوانید در وصف نوروز عالم افروز یگان شعر قرائت کنید؟ نوروز عالم افروز پاینده باد و جاوید باد چنین شعارت نوروز مبارک باد. احسن. شما یگان چیستان از بر نمودید؟ بله. میتوانید 3 چیستان با جوابش برای بینندگان گفته باشد؟ بله. مرحمت. 4 حرف پرصفا از آسایش دنیاست. جواب این چیستان چی باشد؟ سو. احسن. چیستان نوبتی؟ بیرون و یگانه درونش دانه دانه. جواب این چیستان انار است. همینطوره؟ بله. احسن. چیستان آخری؟ رفتنش ناز و بناز ایزش شبانی دراز. جواب این چیستان چی باشد؟ مار. آفرین. و شما میدانید که وطن عزیزی ما چی نام دارد؟ بله. وطن عزیز ما چی نام دارد؟ تاجیکستان. احسن. در وصف وطن عزیزمان تاجیکستانی بهشتاسا یگان شعر میدانید؟ بله. مرحمت قرائت کنید. تاجیکستانم مثالی جنت است صبح آمد از برایم دعوت است نامی نکش در زبان گل کنه سو وحدت از برایم دعوت است. تشکر زیاد. احسن. ما شما چطوره که به ما اطلاع دادن شما با زبانی روسی نیز شعر میدونید همینطوره؟ بله. میتونید یک شعر با زبانی روسی قرائت کنید؟ بله. مرحمت. Папа главный мой герой, он всегда со мной. Маму папа защищает и сестренку охраняет. احسن. یعنی این شعر در وصف پدرهای عزیز بودند همینطوره؟ بله. احسن. چون اینجا شما با زبان روسی شعر قرائت کردید با زبان انگلیسی نیز شعر قرائت کرده میتونید؟ بله. آفرین. کنی یک شعر انگلیسی. My dear mommy, I love you very much. I want you to be happy as much. تشکر زیاد. این شعر چون با زبان روسی در وصف پدر شعر خوندید با زبان انگلیسی در وصف مادر همینطوره؟ بله. احسن. به شما بیشتر کدام میوه پسند است؟ انگور. در وصف انگور یگان شعر میدانید؟ بله. مرحمت. انگوری ما شیرین است قند و سال برین است دوام درد دل
همین هست. احسن. میتونید یک شعر دیگر در وصف وطن قرائت نمایید؟ مرحمت. ای وطنم جای من، خارت بستان من، به تو جانم بهار، قطره باران من. تشکر زیاد. احسن با شما. سرور جمهوری تاجیکستان کیست؟ امام علی رحمان. احسن. در وصف این ابرمرد بزرگ یعنی پیشوای معظم میلاد یگان شعر میدانید؟ بله. مرحمت قرائت کنید. امام علی رحمان سرور تاجیکستان، دلسز پیرو جهان، هم دستان کردکان، با این سروری عادی پایندم تاجیکستان، به ای قدم گذارم به فردای درخشان. تشکر زیاد. شما کتاب خواندن را دوست می‌دارید؟ بله. میتونید یک شعر در وصف کتاب قرائت کنید؟ بله. مرحمت. کتاب اگر بخوانی محبوب همگانی، هر مشکل پیش آید اصلا تو در نمانی. فرید میتونه در فرجام برنامه یک شعر دلخواه خود را قرائت کنه؟ بله. مرحمت. گمان نبرید کی را خورد است، بینین مهمانا کتاب پرسته، مهمانان ما دل و جان ما، کتاب را خوانده شب مدانا، با قهرمانان افتخار داریم، با مهر افسون نامشان خوانیم، صدریدی عینی، بابا جان غفورов، میرزا ترسون زاده، امام علی رحمان، شیرین شهر شترمر، مصر ترای مقصود. آفرین. احسن با شما. بینندگان عزیز، اینجا میرسیم به انتهای برنامه. آیا فرزند شما نیز شعر و چیستانی زیاده میداند و مهارت سخنوری و سخنرانی دارد؟ پس این برنامه محض برای آنهاست. سراغ ما شهر پنجکین، خیابان رودکی، مجمع فرهنگی و فراغتی بینای به نام استاد لایق شیرعلی، آشیانه سیاه، تلویزیون صدا و سیما. و یا برای گرفتن معلومات بیشتر و اشتراک در برنامه با رقم های 92 732 8611 در ارتباط باشد. رقم ها رو بار دیگر تکرار میکنم: 92 732 8611. ما زنگ های شما را انتظار هستیم. تا برنامه های آینده شاد و پیروز باشید. خیر.